همه نمایشنامه دارید؟ یک داستان خیلی جدیده، کسی که توی دعوا هیچ کس حریفش نمیشه، اما این شخصیت ما خیلی سربزیر، آروم و مؤدبه. داستان زندگی خودم هستش و خب نقش اولش هم خودمم. مارال و سحر، شما نقش خواهرای من رو دارید و همیشه قربون صدقه میدید. میتونید قربون صدقه های بداه اضافه بکنید. فاطمه، نقش دوست دختر من هستی، از من گلگی میکنی که چرا برای من وقت نمیذاری. و مریم، تو نقش دختری رو داری که روی من کراشه، هی سعی میکنی به من نزدیک بشی ولی من هی هر بار تو رو پس میزنم. بریم سراغ نقش شما پسرا. امیرحسین، تو هیجانی ترین قسمت این نمایشنامه حضور داری. یک صحنه 5 دقیقه‌ای هستش، میری رو مخ من، 2 تا جمله رو میگی، من 4 دقیقه و 30 ثانیه تو رو میزنم. هر چقدر دردی که تو میکشی بیشتر باشه، نمایش باورپذیرتر میشه. محمد، اولین و آخرین دیالوگ این نمایشنامه برای تو هستش. اول از همه که تماشاگر اومدن نشستن، میای جلوشون وای میسی، میگی سلام، لطفاً گوشیاتون رو سایلنت بکنید. دیالوگ بعدی آخر اجرا هستش، یعنی بازیگرا که رورانس رو رفتن و تعظیم کردن، تو میای با کلی شور و هیجان میگی به افتخار نویسنده، تهیه کننده، آهنگساز، طراح فرم و کارگردان پارسا شامردی. علیرضا، یه جایی هستش که مریم میاد خونه من، میاد بره تو دستشویی گریه بکنه، این دستمال کاغذی رولیا هستش، تو اون هولدره. ازت میخوام 90 دقیقه ثابت باشی. علی، میدونی نقش تو مهمترین نقش در راستای تبلیغات این نمایشه. وسطای نمایشه که من میگم ساکت، تو با اون تابلو میای رو به تماشاچی میگی کلینیک فوق تخصصی کاشت موی دکتر مهندس فیضی پور. بچا 6 ماه تمرین داریم، اجرامون هم 1 ماه هستش. من 1% فروش گیشه رو در نظر گرفتم.